مستر بیست یکی از بزرگترین و محبوبترین یوتیوبرهای جهان است که با محتوای جذاب و چالش‌های بزرگ خود شناخته می‌شود. اما اخیراً حواشی جدیدی در حال شکل گیری است که به شایعاتی درباره فیک بودن ویدیوهای او و مشکلات مربوط به کارکنان و فضای کار مرتبط هستند. اخیراً پس از انتشار برخی ویدیوهای جدید مستر بیست، کاربران و منتقدان شروع به مطرح کردن شایعاتی درباره فیک بودن محتوای او کردند. برخی از بینندگان ادعا کردند که چالش‌ها و موقعیت‌های موجود در ویدیوهای او غیرواقعی به نظر می‌رسند و بسیاری از واکنش‌ها و اتفاقات به طور غیر طبیعی طراحی شده‌اند. این اتهامات به خصوص پس از انتشار ویدیوهایی در مورد چالش‌های بزرگ با مبالغ هنگفت و جوایز شگفت‌انگیز مطرح گردید. این شایعات باعث ایجاد بحث‌های داغی در رسانه‌های اجتماعی شده است، به طوری که طرفداران و منتقدان به تبادل نظر در مورد صحت و واقعیت محتوای مستر بیست پرداختند. برخی از طرفداران مستر بیست این اتهامات را غیرمنصفانه دانسته و به دفاع از او پرداختند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که او باید در محتوایش بیشتر از واقعیت‌های روزمره استفاده کند. حواشی مربوط به کارمندان مستر بیست همچنان ادامه دارد. اخیراً چندین کارمند سابق و کنونی از شرایط کار در تیم مستر بیست ابراز نارضایتی کردند و مشکلاتی از جمله فشار کاری، استرس و ارتباطات نامناسب در فضای کار را عنوان کردند. این انتقادات به تنش‌هایی بین مستر بیست و کارکنانش دامن زده و به ایجاد شکاف‌هایی در تیمش منجر شده است. این مباحث به شبکه‌های اجتماعی سرایت کرده و به جنجال‌هایی در فضای مجازی منجر شده است. کاربران از مستر بیست خواستند که به مشکلات کارکنان خود رسیدگی کند و فضایی سالم و حمایتی ایجاد کند. کریس تایسون، یکی از نزدیکترین همکاران مستر بیست، به تازگی در کانون توجهات قرار گرفته است. او به دلیل تغییر جنسیتیش در سال 2023 بحث‌های زیادی را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت. این تغییر به عنوان بخشی از سفر شخصی او در نظر گرفته می‌شود و مورد توجه خوبی قرار گرفت. اما همچنین موجب جلب توجه مقایسه‌ها و انتقادات می‌شود و اخیر شایعه‌هایی در مورد کریس تایسون منتشر شده است و نمی‌توان گفت این خبرها کذب است یا واقعیت هنوز چیزی ثابت نشده است. برخی از این اتهامات، رفتار نامناسب، بسیاری از اتهامات مطرح شده مربوط به رفتار نامناسب کریس تایسون با دیگران، به ویژه زنان است. سوء استفاده از موقعیت، برخی از اتهامات نیز حاکی از سوء استفاده کریس تایسون از موقعیت خود در تیم مستر بیست بوده است و گفته شده برای بچه‌های زیر سن 18 فیلم‌های مستهجن ارسال کرده است در پلتفرم دیسکورد. برخی همچنین از مستر بیست خواستند که به حمایت از کریس ادامه دهد و در این مسیر پیام‌های مثبت را منتقل کند. مستر بیست در واکنش به اتهامات فیک بودن ویدیوها اعلام کرده است که محتواهای او بر مبنای واقعیات و با هدف سرگرمی تولید می‌شوند. او تاکید کرده که همیشه هدفش خلق محتوای جذاب و مفید برای بینندگانش بوده و به انتقادات توجه خواهد کرد. او همچنین نسبت به فضای کار در تیمش ابراز نگرانی کرده و وعده داده است که به بهبود شرایط و ارتقاء ارتباطات درون تیمی توجهی بیشتری خواهد داشت.